شما این نگاه به شوهرت بکن، منم ببین. یکی مثل من اصلا نگاهی نمیکنه. پول که باشه من سگ ارمنی رو با اسب عربی جفت میندازم برات. خانم چه حرفیه؟ ایشون همسر من رسمی و قانونی. بفهم خانم، اینم سنده. شما یه لحظه ملاحظه بفرمایید. 2 ماه از تاریخش مونده. شوهر من دست این خانومه گرفته برداشته برده ویلای من. وقت تو سند صیغه نشون من میدی که گندکاری اون رو لاپشونی کنی. ببینم با همه خانم رفتی دبی؟ آره. خب شما خودت زن و بچه داری دیگه. این خانومم محرمتم. بله. برگه بحثرم که دی. شما هیچی نگو، خودم میدونم چی باید بگم. شما بیا برو تو اتاق. عجله کن. درم باز باشه. شما برو تو اتاق. درم بازه. چی؟ خجالت نمیکشی؟ داری به پسر مردم اشاره میکنی که با دوست دخترت بری تو اتاق؟ واقعا که هر روز داری بیشتر تو لجن فرو میری. صیغه نامه‌ام که داری 2 ماه هم ازش مونده هنوز. خیلی خوب، پس برو تو اتاق. یعنی میخوای باور کنم؟ چرا؟ خب پس نشون بده.